ما باید دین تاجیکستان میرفتیم لیکن ما یک خمسه دامنیم که نه نمیریم. ما طرفدار تاجیکستانیم. تاجیکستان تیم ماست. ایران باشه. آره برادرامون نیستیم، برادرایی که ازبک زبانن، ازبکستانن، ای سمرقند بخورن. شما بلیط‌های ارزان در کار باشه، مرحمت به واتساپ اولیکای شهرنازه زنگ زنید. بلیط‌های ارزان و باوریناک است. یکی دیشه دوستان عزیز، همین سنجی که شما ببینید همین آن ساعت‌های دینیم ایران با دسته جوپان بازی داره. بازیگر با همین در دلایل خطر حضور داریم. ما باید دین تاجیکستان میرفتیم لیکن ما یک خمسه دامنیم که نه نمیریم. آره برادرامون نیستیم، برادرایی که ازبک زبانن، ازبکستانن، ای سمرقند بخورن. دین ما مخلصی به بلچکی و یارو ما دیدم دستگیری وارد دیدم، حلاوت بردم، تصمیم گرفتم که میستیم یک جای تیم منتخب ازبکستان و قطر را مثل دستگیری میکنیم. ما فقط طرفداری ازبکستانیم چون که برادرای ازبک بسیار با ما دستگیری کمک کردن. ما اکاوکوی بدگیر ما فراموش نمیکنیم. ما دوستیم، برادریم، نانیم و نمخوریم، همسایه گرامی قدریم. زنده باشید. بگم دوستی و برادری ازبکستان و تاجیکستان عمره که هست باشد. همین بگم ساعت 6 با وقت قطر، با وقت دوشنبه 8 تماشا کنید. ما طرفداری ازبکستان و تاجیکستان ایدرون بنوار میگیم. بله، تاجیکستان و ازبکستان با پیش. نوارای جالب ما رو تماشا کنید از کانال یوتیوبی قربان نعمتوف. حلاوت برید. رفتیم دوستان عزیز، مخلصان اشدی فوتبال تاجیک و ایران، ما برای دستگیری تیم منتخب ایران ژاپن آمدیم. ما طرفدار ایرانیم. شما گزارش مخلصان؟ ما طرفدار تاجیکستانیم. تاجیکستان تیم ماست. ایران تیم ماست. ما یک کشور هستیم، در اصل فارسی زبان هستیم، هم یکی هستیم. زنده باش فارسی زبانان روی دنیا. زنده باش. ایران با پیش. تاجیکستان با پیش. سلامت باشید. مردم همزبان قربان شما. بله سلامت. خیلی ممنون. دوستان عزیز، تمام مخلصای اشدی فوتبال ایران ای طرف آمدیم. همش ایران. ایران دوستان عزیز، تمام مخلصای اشدی فوتبال ایران وارد میدان میشوند. امروز ما باوری کامل داریم از خداوند یک و یگانه ایران بازی خوب نشان میدن و غلبه را به دست میارند.